این چیه؟ جای خالی رو پر کن. حدس بزنم؟ شغله کاسبم. بهش میخوره بازیگر باشه. مهمترین کارش از کجا بدونم؟ حدس بزنم. طراحی میزنم. نجات دانش آموزان. کجایی لرستان. بهش میخوره شمالی باشه. چهرهش هم میخوره ایرانی ایتالیایی باشه. توضیح نمیدی این کیه؟ بردارم. یعنی چی میتونه باشه؟ وای فرمانده جنگی در اومد. اصلا از ذهنم رد نمیشه. بذارید بردارم. اوه چه جالب. آقا یعنی چی؟ طراحی عملت خیبر. بعدی هم بکنم. عربه. عرب خوزستان. اصلا بهش نمیخوره. عجیبه که اسمش هم نمیدونم. مرسی. بخونمش. شهید علی هاشمی سردار نابغه ایرانی است که طی 11 ماه شناسایی سری در تالاب هورالعظیم عملیات خیبر را طراحی کرد و معادلات جنگ را تغییر داد. این عملیات یکی از پیچیده ترین عملیات‌های نظامی جهان به شمار می‌رفت. چه خفن. دمش گرم. شناختی ازشون نداشتم متاسفانه. حیفه که وایگار نمیشناسه. از کجا باید بدونم کیه؟ فیلمی، سریالی. واقعا کاش فیلمشون میساختم. یه چیزی توش هست. یه کارت. ببینم چیه. فیلمشه؟ اوه اسم فیلمش اسفند. اسفند. برشی از زندگی سردار شهید علی هاشمی. اسفند همکنون در سینمای سراسر کشور. حتما میرم میبینمش.